شالوم علیکم دوستان عزیز. همیشه شبات خدا خواهد پاراشای میخوندگی ما پاراشای بالاق. در این پاراشا میدانیم که دوستان عزیز یک چیز نوشته شدگی که یک سودای نوشته شدگی که اگر با نبوعا موشه ربینو از درگاه بوری علوم قبول نمی کردن یگان تا ما خبر ما نبو از این سودای شدگی چی شده گذشت دوستان عزیز. بالاق ایستاده پادشاه دیگر مملکت های پادشاه های میدیان و دیگرهای یک جایه کرده. همون دولت هایی که به میان خودشون دشمنان بودن همه که آنها یک جایه کرده. چی گفت؟ بینیتون که گفت چیکار کردین قوم اسرائیل؟ اینا از مصر برآمدن، از مصر برآمده. این اوغ ملک اباشام میگید، این سیخون ملک های موری میگید، دولت های زدا امسودین از جنگ های همخی برید امسودین. چخیل کلخوک شر ادیلخ یرک حسوده. یعنی اومده میگو که بالاق ایستاده چه تا میگو چخیلی که میگو نرگو علف بپسن علف کند خوردنی نرگو بگم پسند نیستک بویی همه میگو چخیل بپسنه میگو علف کند میخوره انم خیلی میگو علف باری میگو آنها میگو امسودی خچکار کنده کار ما باید میگو علاج آنهای بینیم. دشمناش که تی دوست میشو که مقصد چیکار کنیم بوده. دوستانم میرو خبر میکنه که بلعام گیته بیام مقصدی بلعام چی بود؟ باید قوم اسرائیل نفرین کنه خدا نکرده. دوستانم دیدن که آنها بزرگی قوم اسرائیل چیه؟ به دهانشون آنها ناله میکنن به درگاه شمید بارخ بوری علام تفیلای قبول کرده از فرزندانش باخبر میشو معجزهای بزرگ کرده امسوده. خلقی که دین غلام بودن دولت های کلانی که آنهای را ندادن آنها که جنگ کرده جنگ بروی شدین. دوستانی عزیز میگون که آنها ما هم باید انم خیلی قوت یابیم که باید بلعام او هم باید نالیش کنه هم خیلی نفرین کنه یک کار کنه. ما آنها که جنگ این عسکر به مقابل عسکر برآمده جنگ کردن ما گروه بریده نمیتونیم. خیلی مملکت های کلان سیخون ملک های موری عقب ملک باشون آنها نتونستن ما میتونیم چی؟ ما هم نمیتونیم. ما باید گفتن هم خیلی قوت یابیم. راست هم چیکار کردن؟ بدونیم بلعام گیت آمدن بوری علام ایستاده. این بلعام همه دعوت های او همه نفرین های او به براخا گذروندن. دوستان عزیز چو آخرش رفته بالاق پشیمان شو. مگو حالا گفت کاری من بود نکرده نه اینکه گفت فقط تو نفرین نکردی با احجاتر آنهای میگو دعا کردی تو میگو اینهای براخا کرده رفتادی او های میگونم. دوستان عزیز خیلی آخری بلعام میدانیم که چخیلی که نوشته شدگی وید بلعام هرگول فی خرب بلعام هم در جنگ قتل شو او هم خسته اکتوش با وقت ساعتش بوری علام یافتد. دوستان عزیز بلعام اومد چیکارا که میزبه خواهی کردن همه که همی سودا یکان آدم خبرش بود کی میدانه کی به دیگه دولت به چشتاده چی موضوعه کی خبر داده گینه به موشه ربینو اکجا نویستن این پاراشاه همه که ایست و بیست این پاراشا اگر بوری علام گفت نمیدا به موشه خودی موشه هم نمیدانشتن اینه خود موشه ربین آلا باش علام این کسم نمیدانشتن که چی شده و چی موضوعه کی گفته دا همه که اینه گفته دا بوری علام. این دل جمعی به ما که دوستان عزیز بوری علام به نظری نیکش نگاه میکنه به فرزندانش دایم الهیم انم خیر باشه. دوستانم از فرزندانش بوری علام باخبر چخیلی که وعده کرده یکی چخیلی نوشته شدگی متربه که نیشر یایر کنو الگوزالا بیرخیب چخیلی که سیمرغ از فرزندش باخبره انم خیلی خودش بعضا مونه بعضا میمونه لیکن از فرزندانش باخبر بوری علام هم از ماها باخبر دایم الهیم هم خیر باشه. دوستان عزیز این سودای این پاراشای هم ما میدانیم لیکن یک گوی قزق وقتی که همین نوانگی بلعام سخن راندنی میشه تو را دمو بومده میگو که نعوم بلعام بنو بعور همون میگو سخنهایی که سخنهای بلعام فرزندی بعور خیلی و نعوم حگیور شتوم هعین آمده میگو که این میگو آدم میگو این بلعام میگو همتونه بو این بلعام میگو شتوم هعین بو رشی استاده میگو که شتوم عینشه چشمی او میگو یک چشمش و بو چشمش و بویش اینه. دوستان عزیز همه با این مقول که پیروش چی میگون که خخامین برای مشالوم یک تا چشمی نوانگی بلعام کر بو چخیل کافتا گرفتگی کاسخانهش یله کاسخانه چشمش یله اینون نکورا ابتوخه یعنی انم خیل کاسخانه چشمش یله هیچی نیستک یک چشمش انم خیل کر بودک.
دوستانم خیلی بلعام میگو تراتو نقدوشا فرزندی بعور میگو ما میفهمیم اینه لیکن آدمی کور گفتن یک چیمش نیز گفتن این تعریفه چی یک چیمی او نیز گفته او تعریف کرده این تعریفه چی دوستان عزیز چی نامده تراتو نقدوشا خیلی او نوی گوی پیغمبر گوی او دانشمند گوی فرزندی کی بوده گشه گوی لیکن چیمی او کور بوده گشه چطور تراتو نقدوشا نوشته یک چیمش کور یک چیمش نیز یک چشمش نیست شتو معین چشمش یله میگون رشیل و باشلوم یعنی چشمش کفته گرفتگی نیست هم کاسخانه یله تمام کاسخانه چشمش مقصد چیه دوستان عزیز در میدراش ربا استاده میگون که دما به ربی شموئیل بر نخمن اما ربی شموئیل بر نخمن کل مش اسرائیل اخلیم به علم ازه میکوه خبر خودش برخم بلعم هر رشع اول بر خودش برخو اوتم هاود مشومریم هند لعتید لو دوستانم ربی شموئیل بر نخمن علیه و شلوم استاده تعریف میکنن چی میگون این طرف به قوم اسرائیل زخوت قوم اسرائیل براهایی که دارن قوم اسرائیل در حیاتشون در علام هزه همیش از کجا از همون قوت دعایی بلعام دوستانم در علام هزه باید مرته پیشروی قوم اسرائیل براها فیض و براها حسلاهای قوم اسرائیل از کجا از همون قوت براهایی بلعام کردگیش لیکن میبیا زمانه که ملک مشیخ که اومدن زمانه که نامش علام حبا میباشه خاصی این علام ازه علام حبا حالا اخیلا غلط میکنون میگون که علام حبا میگون همون جایی نشامو بودگی نه امروزه انسانی که پسی پرده که شده دوستان عزیز نشامو بالا میبرک جامعه رو در علام نشامود ها میرو در علام ملا میبرا علام ملا جای هستک انمون جای دنیایی کی این دنیای خاصیره و دنیایی که بعدی پس پرده شدن نشامو مسکن میگیره خواب بگنیده خواب بگه اینام جای وای نامش و علام هنشامود و دنیای نشامه بعد هستن علام حبا چه وای همون علام حبایی که همین دنیا بمیشه باز بوری علام تخیاد میتیم کرده نشامه های بجشت گردانده میبیارایو انوای نامش علام حبا میشه در علام حبا دوستان عزیز بزخوتی کی استقامتی میکنن قوم اسرائیل فیض و براخا اصلاخا بزخوتی کی میشه بزخوتی براخاهای پدران ما ابراهام اسحاق و یعقوب دوستان عزیز چی معنا داره حالا ما امروزیش به زخوتی دعایی بلعام کتی گشتیم چی هم خیلی نوشتی که در مدراش چیکار بوده این حالا همه گید میدونن ربی یعقوب میدونن علیه و شلوم میگون که من میگم اینگه فهمونده میتونم ماشال کتی چی ماشال حالا در بازار که برآمدیم در بازار به دوستان عزیز هستک آدمی که میفروشه هست آدمی که میخره خریدار است آدمی که سوداگر هستک میگونم اگه میدونم علیه و شلوم سوداگر دو خیل است هست سوداگری که چیزی میفروختگیش نقلی چیزی میفروشه چیزی زور میفروشه با اون میرشه نرخش هم قیمت به خودش رشه چیزی نغزه میفروشه از دیوم طرف هست سوداگری که چیزی عیونا که میفروشه او باید گوی دروغ زنه او باید عیوش روز کردنش در کار از دیوم طرف میگونم اگه میدونم و شلوم در بازار خریداری که میبیا هست خریداری که فهمی چیز میرو فهمی بار میرو او میخواه چی نغز خره بریم چی کار میکنه؟ چیز دیده 4 طرفش تماشا کرده 1000 خیلی سوال میتیو بعد اگر خره معقول کنم میخره لیکن هست خریداری که فهمش نمیرو نامی وای چی میگیم در بازار؟ نامی وای خیلی خریدار رو میگیم که کور خریدار میگیم او کور خریدار گونه میگون هم اگه میدونه سوداگری که چی قیمت نخلی چیز نقص میفروختگی او خواهش داره که آدمی دانشمند بیایو همین چی هموی بینه صدقی دیل دینه که چیزی نقص بوده گشه با موی رشه پولی پرسیدگی نوانگی سوداگر داده و چیزی گیره قدرش میفهمه دیساده که چیز نقص بار زور کاری کلا با اونش پولش میتر حاضر شده میگیره
لیکی وای سوداگری که چیزی عیبینا که میفروشه او فریب داده وای عیبی وای روز که کی گشته او به چی در کار؟ او به در کار خریداری که نامشو گفتیم کور خریدار. کور خریدار بگو اما کور خریدار کافته گشته کی مقصد من این بار خلاص شدم پولمو کار کنم گفته. دوستان عزیز میگونم مگید میدونم علیه و سلام بوری علام به وقت گفتگی گاو نیستک. حالا ما گاو زنی شویم میگیم که 100 سال پیش 200 سال پیش حاضر میگیم آینده میگیم بعدی 10-15 سال چی میشو میگیم. دوستانم به درگاه بوری علام همیش وا و معلوم میباشه گذشته حاضر آینده همیش به درگاه اون معلوم همیش آشکارا. بوری علام میتونه که قوم اسرائیل که نوام اسرائیل رمضان تورای قبول کردن و گو خرفا اکنون به اسرائیل ارزانی میشون میدونه که بوری علام در دنیا در انامین تاریخ دنیا خیلی داراها میشه داراهای معقول داراهایی که سال داراهای پستر داراهای گناهگار و گو خرفا میگه که بوری علام اگر یکی میگه من حاضر به عبود علوم ابراهام اسحاق و یعقوب آنها میگه به خدا شرش سوداگر آنها میگه هر یک داروی اگر بینن کم بوتشه گناهگارا هستند گو خرفا هستند از تو رو دور هستند از خدا دور هستند آنها میگه اینا دعا میکردن چی آنها میگه سوداگرای بزرگ ابراهام اسحاق و یعقوب آنها از ملاخی مایم درجهشون بلند تا امروز موضوع کمی نکته هستیم. دوستان عزیز میگه که بوری علام خواست من میگه همه که این داروهای به پدرانشون نشان تیم ابراهام اسحاق و یعقوب آنها یک گلوی با پیش اینا خدا نکرده میگه که ما اینا دعا نمیکنیم چی میگه چی داره اینا ابراهیم بوری علام میگه که من میگه باید آنها با نشان تیم داروهای نغزه داروهایی که حیات علام حبا که وای وقتی که در حیات علام حبا چی میشه دوستان عزیز تورا میسود و معصیم تویم خدا ترسی خدا شناسی با همخه میگه همخه خدا ترسی و خدا پرستی میشه که امود علام دنیا بوری علام یک نام کتی نام بر میکنه یک تا خدا با اطاعت میکنن. دوستان عزیز و یا باید ما او یه شی میخواد و شما میخواد هم خداش یک تا هم نامش هم یک تا همه یک نام کتی میبردگی میشون. دوستانم انمون زمانه با که همه کی نقض میشون درجی قوم اسرائیل بلند کی میشه درجی آدمی به قدوشایی موندن به بلند کی میشه انا اون وقتا وای دارای میگه بوری علام من به ابراهام اسحاق و یعقوب پدرانشون نشون میدم دعای آنها درگیر شود. لیکن این داراهایی که زمانهایی که آدمیزاد دوستان عزیز ریشخوری میگید و گو خرفا میگید یا زمانهایی که بیده مقداش ها خراب شو هر خیل زمانه ها هر خیل انسان ها تا امروز دوستانم یک گله هستن که از اشی میرخیم از تورا و میسود و معصیم توبیم دور نمیدونن نخوندین نموندین نگذشته از پدرانشون. دوستان عزیز این داراها با کی در کار این به در کار بلعام در کار. حالا بلعام دعاهاش ببینیم که چی دعا کرده همه کی نفرینای او به دعا گفت چی گفت تعریف های کرده ولی رشیه بینید اگر چی تعریف که قوم اسرائیل تعریف کرده دید که او همه که آنها گفت و میسوای سیسته به جا میبرند فیلنه به جا میبرند شما اسرائیل به جا میبرند پگاهی پیش خوبشون شما اسرائیل گفت خوب میرون رفته این منم افر میگه همین خاکی زمین کتی میگه چقدر اینا فرمان های به جا میبرن چه وای خاکی زمینه که نوشته شده در تورات چخیر لو تخرج بشورو به خمر یک دو که میگه حالا وقتی زمین راندنی شوی اگر گو خرکتی یک جا با راندن ممکن است یا اینکه به زمین به هر خیلی سه یک جا کاریده نمیشه به پیش یک دیگری به یک دیگری نزدیک کاریده نمیشه باید خوازهای انگور گو خرفا اینا درختای انگور اینا باید علاخیده باشه اینش علاخیده باشه دین شریعتاش هست دین شریعتای پیا هست یا اینکه سوتای بینیم اگر سوتا چه وای همون سوتایی که شش خوف برده او چیکار میگرده خاکی زمینی بیده مقدارش گرفته کوین بدون همون او خوشی کرده میداده نامی هشمید بارخم مونده که انا خیلی اومده چی گفت قوم اسرائیل خدا اینای بی میگه چه خیلی نو میگه همون خاکی زمین که هم میگه پیمان یک گله میسوها دارن یا اینکه چی گفت رفته بلعام متوب و علیخ یعقوب میشکنوتیخ اسرائیل مگو او خانه های اینا دید هم تو دید که از بلندی قوم اسرائیل خانه هاشون چخه یگان تیج درش به درش همون چلو بیاغون بشتین همی کمینه دید
نفرین میکنم گفت لیکی ادانش دو برو چی تعریف که گفت یگان تیش گفت درش برو بروگی دری او نیستگ یعنی سنیو خیلی نو نغزودین گفت همه که نو با قدوشایی بگو خرفو موندم به دوستانی عزیز خیر دریو به دریو نگاه میکرده خمسایه یک دیگری نمیدیدین های نقص کاری کلان این سنیود لیکی ادیوم طرف خانه همینا شلو میه همینا گو خرفو خانش به میسو مسیم تو تا آخیرشه دیده نتونستگ روناکی دیدگی چیزی که ارو چی معلوم شو همه که صدیق سیسیت میگید فیلم میگید این میگید و میگید درای خانه‌ای میگید همه که این دوستان عزیز چیه دیدک روی کی همه که رو بیرون بینید همه زور کاری کلان دوتی میگید نقص میگید کاری کلان شلپای پشتی و ریشای سر داده کوکولای میبینید اویزان خیال میکنید که این کس دانشمند میگید این کس خودشایشون بلند میگید دوستان عزیز خداوند تعالی میگه که من بگو انم خیلی نشون میدم زمانه هایی که مقصد زمانه های استاده دعا کنه نوانگی انمین بالعام دعای همه یعنی این سخنهای بدنی ها کی موندک بوری علم موندک این دعای همین دعاهای بوری علم از همین کلامی نوانگی از دهان بالعام برامایو انمو زخود امروزنگی براخا حسلاخا که هستک به قوم اسرائیل دوستان عزیز یاف شده که همون یک تا چشمشی که نبو همویه یک تا چیش داشته گو یک تا چی خیلی تعریف بوده چی یک چیش ها خیرت او یک چیز یک چشم داشته همون یک چشمش که تی بالعام او چشمش بد بو میخواست که همون کتی نفرین کنه لیکن رفته بوری علم همون یک چشمشه استاده احوه چی برو برد همین نیکیایی که روی دیل کم باشه مگر بیرون چی گو خرفای دیده دیده تعریف کرده دعا کرده رفته مقصدی بوری علم بوده که دوستانی عزیز که انامین داراهایی که خودشایش پس گناه داشته که داراهای زمانه های انامونهای میخواست که بوری علم دعا کنه لیکن خیلی باشه با سوال میگیم که خیلی باشه خیلی چطور بوری علم نمیخواسته که بالعام رفته این کارو کنه خرش بگو درومه اصلاش هم وقتی که یکم آدمای بسندک بالا بالعام که اومدن به بوری علم راضی نشد نرو گفت اینا کتی گفت چون نمیخواسته بوری علم خواهش داشته که بوری علم همه زمانه ها قدوشای قوم اسرائیل بلند باشه ما با دعای ابراهام اسحاق و یعقوب پدران مکتی باشیم لیکن دوستان عزیز آخرش به دید که بوری علم نمیشه هست داراهایی که این ابالی کمونیسم میگید این ابالی دیگه گلود میگید گو خرفو میگید گناه کردن قوم اسرائیل میشه داراهای پس زمانه های دید علاج نیست بوری علم چیکار که آخر گفت که بالعام رو گفت چوه همون زمانه هایی که قدوشایش پس باشه هم آنها هم دعا گیرن یعنی دوستان عزیز این دما نشان میده که آدمی زاد دوستانم آدمی زاد چه نشان میده این دما به این دما نشان میده که آدمی زاد یک خیلی وقتا چشمش محکم کنه بوری علم یک چشمی او محکم کرده که مقصد او تا آخرش نبینه کمبوتی های اینای نبینه خدا نکرده نبینه همون کمبوتی های نبینه گفته بوری علم یک چشمی و کر همون یک چشمش کتی همون هم رفته بوری علم چشمی های نیک کرده چیزای نقض نشان داده که دعا از کلامی او برومده که دوستان عزیز حالا چخیلی که نمیستوشتگی خودی بوری علم هم همین لو یبید آون به یعقوب میگو پاسخ چی میگو همین پاراشای ما به خودی بوری علم هم حرکت میکنه که چشم باشه بینید آدم گناه کرده یگان آدم تلفایی خورده افتیده مرده هم بگولیش قوم منوی افتیده مرده یگان کس با تلفایی میخوره چی نه نفسش بخور میشون همه نفسشون بخور میشون نمیشه دوستان عزیز خیلول شبات کرده آدم اگر خدا نکرده ما دوتا نمیگم یک تا آدم ایستاده خدا نکرده خیلول شبات کرده که وقتش به افتیده مونه اگر آدم با اوله میمونن که این عبالی شبات چو گفته دوستان عزیز نمیکنه بوری علم همون وقتی که خدا نکرده آدمی زاد گناه کرده چیکار میکنه بوری علم گویا که چشمش محکم میکنه چشمش میپوشه خیلی باشه آدم گناه کرده شو تمام نه چشمش میپوشه تا کدام وقته
ملاخیمای بد آمده دم به دم میچقن. بوری اولام گوشتشو محکم میکنه، چشمشو محکم میکنه، گوشتشو میپوشه. نمیخوای فهمیدنی، لیکن این طرف میبینم اون طرف میبینم تا که میگو همین آدم تا که جنگ نازی میکنن، افشی آدم گام میزنن، نشون میدن تا همین طرف بگو نیکی کار شده، بگو زن دادی، خانه دادی، گاو دادی، بچه هست، پول دادی، همیش نقص کاری کنم، بهم بگو چه گناه کار شده. همون روز انا اینگه ما چشممون پوشیدیم، وای گاو بگو شما پول کار کردیم، این کردیم، وای کردیم، هم خیلی جنگ ناخته جنگ آخر به تورش نمیمونند. بوری علام باید و آدم جزاش چه، لیکن خداوند تعالی خواهش داره به چی؟ به توبه شروع کردنی بنده. باید آدمیزاد ابراهیم چیکار میکنه؟ مقصد یکی چشمشو میپوشه گوشه کار میکنه، همون گناهگارا نمیرم میگه مقصد چه با؟ مقصد که همو شروع کنه، همو به عقلش بفهمه ابراهیم چه این طرف ایسوریم اون طرف ایسوریم رمز میته بری علوم که همو شروع کنه. گفته که خدا شده بود شروع بیاره. همون ما دوستان عزیز انم خیل بری علوم خودش انم خیل خودش انم خیل ابراهیم حالی خفیت خیلی مرا با شما استاده میمون که سری کتابی تورات نبوده شده همون بریشته خودش به در پاراشای نوح آخری پاراشای نوح به 102 نوشته شدگی آبی طوفان تمام شد گذشته رفت. نوح بعد این چیکار کردن؟ محو شدن، لوب لوچ به زمین خار رفتین. دوستان عزیز این سودای دید خام گوتگی پسرشان سه پسر داشتن شم خام و یفت. خام اینه دید چیکار که با کار رفته هم میکینگه و خم کرده یه گفت داده هم خم خو چیکار کردن این دوتا موندگی ها و یکخ شم و یفت. شم که تی یفت دیوی آنها نمانگه انمون یک تامین پروستی نمی کرپچه می یتسه هم میگریفتن و بالی داداشانه پوشوندن با چخی درامدن پشناکی درامدن. ندیدین پدرشان به این اخوال ندیدین چیکار کردن؟ پشناکی درامدن بالاشون پوشون با انم خیلی برامدن که ندیدین پدرانشون. دوستانی عزیز میگون خفیت خیلی مالا باشون این سال دوباره چی نوشتگی ما آخرش میدونیم آخرش شو آخرش خم پسرشانه خامو چیکار کردن؟ و دفریر کردن نفریر کردن ایوی دوادیم بودن دایم بودن تا آخری زمانه فرزندانش که این خام کشوه غلام گرده بودن به اکاش غلام گرده بودن. لیکن امانگی شم که تی یه فیت دوی آنهای رفته دعا کردن که دوستان عزیز بینید که آنها میسوای سید میگید گوخر میگید همه کمی نو بالی داداشون پوشوندن انم خیلی به میسوای به براخا سزاوار شدن. دوستان عزیز میگم خفیت خیلی مالا باشون تو را برای چی نوشتی ندمو بیشتر کار بوده نوشتن همین گواه به چی در کار نوشتن خنده می نوشتن تو را چو فقط برای آنی که نشانتی حرمتی پدر مادر چخیر بجا آوردن خیلی تو را گفتی کن بعد که برای علام تو را دا بکویش نوشتن به همون دست خواهم چی نوشتگی پنجم سخنه چیه که به دو بخوابی میخوا دوستان حرمتی زند کن پدر مادرته این سودای برای چی نوشتن دمو به تو را نقدوشا میگون خفیت خیلی مالا باشون باید ما این طرف درس گیریم گفته نوشتن چی بای وقتی که یک آدم دید یا آدم میبینه که یک کاری گنده کرده یک کاری خطا کرده خیلی انا کو اینگه و دیدی یا اینکه فهمیدی چیکار میکنی میگون خفیت خیلی مالا باشون خدا نکرده خام بارین برآمده به همه خم میکنی او یکی که در خانه میکنی همه به چک میکنی کمبوتی و غلطی اوه او کو غلط که همینه به همه گفتم خم میکنی یا اینکه خودی شم کتی یه فید بارین با بالی اینگه و میپوشی بالیش پشت بو رفته یاردم میکنی که اینگه خم نشه گفته بو یاردم میکنی یا خم میکنی اگر یکی آموزه خم کنه یا گو خرف کنه خدا نکرده به نفرین خدا نکرده به دعوت ارزانی میشه. لیکن اگر یکی رفته بالی بپوشه چیکار میشه؟ دوستان عزیز رفته به دعا و براخا میگرده این انسان. ابراهیم دوستان عزیز دمو با توراتون نقدوشا چی نشون میده؟ به این پاراشا ما دیدیم که بری علوم دمو اکتسه یاد میده که بلعام یک چشمش میگو کور بو مقصد چه بای یا خیلی وقتا هست که آدم باید چشمش کور کنه آدم باید گوشه کار کنه مقصد ندیدگی بارین مقصد نفهمیدگی بارین خودی بری علوم هم خیلی طاقت کده گشت مایه
چشمش قربانی چشمش میپوشه بری علوم خدا کرده گوش کار میکنه که مقصد خودی ندیدگی بارین دوستان عزیز مقصد طاقت کرده میشه که انا خدا خواهد انا خدا با شف برا خواهد با آدمی راشابه با شف برا خواهد که مقصد همون طرف استاده اگه تو منو یاد کن اگه تو سرت بالا کن یا چشمتو بالا کرده بین کی داستاده یکی شفه برا خواهی بود تو خانه زن ماشین گوخر و بین کی داستاده همینه اگه تو با مینت بیا گفتو بری علوم طاقت کرده میشینه اخیری که نشو بعد خدا نکرده جزاشو میتیه دوستانی عزیز ماهایم باید ما به این درس شوه با ما باید درس شوه که آدمیزاد کمبوتی دیده همه جا پخم کردن این بچه میده هم میتونه همون بچه میده هم خانه یک از میمون شده مو زوزران کرد شده چیکار میکنه اون بچه میده هم تو میدرم میگه این دیوالش کچ باری چوه این پولای خیچ تو این خیچ تو گفته یا این رنگش فرق شده این رنگ دو خیلی رنگی چی این دیوالا چی گفته این کمبوتی بچه هم میبینه و اسبش پاچش لنگی شده یا اینکه ماشینش روی کچ دوستانی عزیز چی کمبوتی هست و بچه هم ببینه خانه تازه خانه چرکینه بچه میده هم فرق کرده میتونه لیکن آدمی کلان چه وای آدمی کلان همون انسانی که یافته یاردم میکنه دست رسانی میکنه مصلحت میده یا خودش رفته دست میمونه یاردم میده انا اینه دما تو رو تو نقدوشا یاد میده چیکار میکنی رفته اوی چرکی میگیمی همه خم میکنی یا اینکه یاردمتون میرسانی مصلحت میرسانی که همین گپ خم نشوه گفته دوستانی عزیز خواهشی تو را تو نقدوشا میباشه که ماها کمبوتی یک دیگریه خم نکنیم کمبوتی یک دیگریه رفته یاردم تیم رفته دست رسانی کنیم که همویم همین کمبوتیش خواهیم شوه گفته دوستانی عزیز باید این دمو با درس شوه باید این دمو با درس شوه که اول یک تا سخنی نادانی خدا نکرده دختر به خانه موندگی جای هست بیچاره کلان شده مویاش سفید شده لیکن روی شویه ندیده اولی کی اولی همون دوگانهای ناشود یا اینکه همسایه‌های ناشوده که ناشوده میبرن هم میکنن بیچاره بابای خانه یگان آدم در زده نمیبیا دوستانی عزیز سخنی نیک کنیم کمبوتی های تو بالش پوشونیم یک تو گوشمای کار کرده یا چشمای محکم کرده باید آدم رفته یاردمش رسونه که همون آدمی که ری کارو نمیدونستگی ری و حرف نمیدونستگی غلط کرده گشتگی باید تو دست رسانی کنیم که مقصد اویم به حیات سفیدبختی برای نیکی بخشندی ارزانی شوه گفته از خدا طلب داریم که سایه خدا دائم بر سرمون باشه پناهگار ما دائم شمید برخ باشه چخیلی که قوم اسرائیل در چول و بیابان از دست این بلعام و بالاق و دیگرو او میدیان و دیگران خلاص کرده انم خیل چخیلی که گفتن باشه ربنا رو باشلون هشم لخم و اتم تخریشون جنگ های شما که میگونه این جنگ های از جای ما کی میشه بری علوم همیش به دستی هم بود دوستانم همیش به دستی هم بود ما چیکار کنیم ما برای او باشیم ما برای فرمانهای او باشیم او از ما خودش باخبر میشه شبات شلوم و مبارک